برای سردار مغنیان ترانه داوود. با خداوند پناه میبرم. چگونه شما به جانم میگوید مثل مرغ به کوی خود بگریز؟ زیرا اینک شریران کمان را کشیدند، تیر خود را به زه آن گذاشتند تا که در تاریکی به راستدلان بیاندازند. در صورتی که بنیادها ویران شده است، عادل چیکار کرده میتواند؟ خداوند در قصر قدس خود ساکن است. تخت خداوند در آسمان است. چشمان او می نگرد. پلک‌های او بنی آدم را امتحان میکند. خداوند عادل را امتحان میکند، ولی از شریر و دوستدار خباثت جان او نفرت دارد. بر شریران اخگرها آتش و کبریت خواهد بارانید و بادی سموم حصه کاسه آنها خواهد شد. زیرا که خداوند عادل است، عدالت را دوست می دارد، روی او بر آسکار نگرانیده شده است.